السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان و برادران عزیز، مهاجرا و مسافرا، الحمدلله که عین حال نزد کعبه هستیم. این کعبه مسلمانان است. در جو مکانی هستیم که دعا انشاءالله که اجابت است. از الله سبحانه و تعالی طلب دعا میکنیم، طلب مغفرت میکنیم که خداوندا اولا گناهان ما را بیامرز، اولا گناهان ما را عفو و مغفرت بگردان. خدایا پدران و مادران ما را هدایت و توفیق بندگی عطا بفرما. خدایا برای ما رزق حلال نصیب گردان. اکوها و دادران ما را الله سبحانه و تعالی نگهبان باشد و علم مفید برای هر یک کدام ما و شما نصیب بگردان و رزق حلال. و خدایا جمله مسلمانانی که غریب هستند، دور از وطن هستند، دعای برای اجابت بگردان. خدای برای رزق و روزی حلال عطا بفرما. خداوند کسب کارشان برکت عطا بفرما که هیچگاه محتاجی نامرد نشوند. یا الله، الله از تمام بدی ها و بلاها، از جن شیاطین، از سحر و جادو، برادران مهاجرای ما را و برادران مسافرای ما را، برادران ما که دور از وطن هستند، هر کدامش که در داخل وطن هستند یا که خارج از وطن، در هر کجایی که نباشند، چه در روسیه باشند، چه در قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، هر کجایی که نباشند، برادران ما هستند، مسلمان هستند، تاجیک هستند، الحمدلله براشان دعا میکنیم که الله قادر است دعای ما را بشنو. لبیک اللهم لبیک، دعای ما را مستجاب بگردان تا اینکه این برادران ما بیان به زیارت خانه خود که دعای ما را اجابت بگردان. از تمام بدی ها ما را نگه باش. خداوند کبر و غرور و حسد را از ما دور بگردان و علم مفید و رزق حلال و عمل هایی که پروردگار تو اونها را قبول میکنی، اونها را برای ما نصیب بگردان و برای جمله مسلمانان که دور از وطن هستند. الله دعای ما را قبول فرماید و انشاءالله که به دیگران برسانید تا اینکه دیگران ببینند که خوشحال شوند. همه تنها به خاطر الله دوست می‌داریم. هر کدامت که لا اله الا الله و محمد رسول الله میگه انشاءالله به خاطر الله دوستان می‌داریم. و خیر در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.